سلام. تصدق همگی شما همسفرای همیشگی بگردم من. پس پریروز سیدعلی اومد قاطی بسیجیای شرشری و یه چک افسری یه چک ولایی گذاشت بیخ گوش کوسه. یادتون هست؟ دشمن را باید شناخت، جبهه دشمن را باید شناخت، لبخند دشمن را نباید جدی گرفت، نباید فریفته اون شد، هدف را نباید فراموش کرد. از اون طرفم کوسه هم که از ابعاد زوار در رفتگی خامنه‌ای خوب با خبره معطل نکرد و زد به تیپ و تاپ عظما. تو مذاکرات به نظرم خیلی خوب و با سرعت مطلوب به توافقی رسیدن که معمولا باور نمیشد به اینجا برسیم. البته همینجا بعضی از افراد منتقد میگن که ما امتیازاتی دادیم که من اینو قبول ندارم. بفرمایید. اینم از سرب یه پرس لگد چرخشی به سیدعلی به عنوان دسر زهری که خورده و قراره بخوره. تازه این که چیزی نیست، کوسه در ادامه تریپ پدرخواندگی برش میداره و خیلی بی پرده میگه شیخ فری دوم خودمه، ازشم خیلی راضیم. از لحاظ اظهار افکار این آقا شیخ حسن روحانی، همون فری خودمون، از اونه که تو تبلیغاتشون میگفتن هیچی عقب نشینی نکردن که خب این خیلی قابل توجهه. مجموعاً ما از وضعی که الان دولت 11 داره راضی هستیم، خوبه. قبل از اینکه خودم نامزد بشم از ایشون خواسته بودیم که نامزد بشن، ایشون هم گفتن چشم شدن. بنابراین همون کسیه که ما مایل هستیم این مسئولیت رو تو این مرحله حساس داشته باشه خودشه. جان من فیگور اکبرشاهی رو داری؟ همچی ماما میکنه انگار سلطان صاحب قرانه. حال و دماغ جماعت نداریم، قصدمان نقاشی است از ملیکک. سیدعلی که معلومه از این پدرخوانده بازی کوسه حسابی جزش در اومده، به تیویریش دستور داد یه حالی از شیخ اکبر بگیره. منتها چون طلسم عظما شکسته، تیویریش فقط تونست یه نیشگون از کوسه بگیره. این شما و این نیشگون. نمیدونم چرا این روزا وقتی برخی تیترها و خبرها رو میبینم یاد پدرخوانده میفتم. من هر کاری برای پدر خوندن میکنم. ضمناً قرار شده از برخی ها دیگه انتقاد نکنیم. اینجوری هست دیگه. خلاصه به هر حال ببخشید، دست ما کوتاه و خرما بر نخی. بله، از اونجایی که دست سیدعلی به خرما یعنی همون پسته کوسه نمیرسه، مجبور شده امام جمعه و بسیجی و گریگوری رو بفرسته جلو تا سر و صورت اکبری رو تیغ کاری کنن. این هفته از نمازگزاران جمعه تهرانی پرسیدیم آیا در مقابل لبخند و طرح دوستی که امریکایی‌ها مطرح می‌کنند حاضرن به اونها اعتماد کنند؟ دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو؟ مسلمان هرگز از یک سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. به آمریکایی‌ها هرگز نمیشه اعتماد کرد. مسلمون آره، اما پرس تحریما بلایی سر این سیدعلی کافر آورده که 2 بار که سهله، حاضر از سوراخ مذاکرات 1000 بار گزیده بشه اما از این وضع خفن خلاص شه. تازه اولشه، اصل گزیدن تو راهه. میگی نیستم قلبت خورده ترک، خب بدرک، خب بدرک. میگی نیستم موندی تنها تک، خب بدرک، خب بدرک. اشک تمسا میریزی که چی بشه، شب و روزات باید با هم یکی بشه. آلبوم عکسامون رو قیچی میکنم، تموم عکسامون باید تکی بشه.